5 سال پیش از همین سرک تنها وارد افغانستان شدم با یک دست لباس، یک ساک و یک دفتری که یک رویا رو توش نقشه کرده بودم. رویای ساختن یک قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آبی. امروز 5 سال بعد، ولی این دفعه تنها نه، به همراه شجاع‌ترین تیمی که میشناسم، به پشتوانه یک ملت، به اراده یک ملت، دوباره برگشتیم به همین سرک با یک قایق که بندازیمش به آب. اون طرف این آب احتمالاً جواب قسمتی از سوالات افغانستان هست. تا اینجا رو اومدیم، آخرین مرحله مونده. امیدوارم که فردا اون قانون عجیب برداشته بشه و ما بتونیم این قایق رو بندازیم به آب و جواب قسمتی از سوالات افغانستان رو پیدا کنیم.